حاج اکبر تورجانزاده قاضی سابق مسلمانان تاجیکستان و معاون سابق سروزیر این کشور یکی از آنهایی که زیر سازشنامه صلح سال 1997 امضا گذاشته است روز 16 فوریه سال 2024 به سن 70 رسید. تورجانزاده که یک زمان از پرنفوذترین شخصیت‌های سیاسی تاجیکستان به شمار می‌رفت، حالا طور به نظر می‌رسد از میدان کاملا کنار رفته است و در زادگاه خود دهه وحدت آباد سابق ترک‌آباد در کنار شهر وحدت در یک حالت نیمه انزوا و دولت پیری می‌راند. بار آخر او از خود در عرصه سیاسی کشور سال 2013 با پشتیبانی از نامزدی آینه‌حال بابانظر و به مقام پرزیدنت درک داده بود که این در جشن 70 سالگیش این سیاستمدار زمان پرنفوذ تنها شمار محدود آن هم از میان مخالفین تبریک گفتند. علامت دیگر به واشه رانده شدن و در چنین یک حالت نیمه انزوا به گوشه فراموشی سپردن سیاستمداری است که به باور پیروانش استفاده نبردن از ظرفیت و توانایی‌های او برد تاجیکستان نبود. حاج اکبر تورجانزاده 16 فوریه سال 1954 در دهه ترک‌آباد حال وحدت آباد نویه اوجک نظام‌آباد در خانواده روحانی شناخته ایشون تورجان به دنیا آمده است. ایشون تورجان یکی از پیشوایان رویه قادریه طریقت تصوف در تاجیکستان شمرده میشد و در ازبکستان و قزاقستان و دیگر جمهوری‌های آسیای مرکزی نیز هزاران مرید داشت. حاج اکبر تورجانزاده نخستین تحصیلات دینی را پیشه پدرش گرفته بعد ختم مکتب میانه در سال 1972 به مدرسه میر عرب بخارا داخل شد. او سال 1977 این مدرسه را به پایان رسانده شامل دانشگاه اسلامی به نام امام بخاری شهر تاشکند تنها مکتب عالی مذهبی در اتحاد شوروی شد و سال 1980 این دانشگاه را ختم کرد. حاج اکبر تورجانزاده سالهای 1980-1982 در شعبه روابط خارجی اداره دینی مسلمانان آسیا میانه و قزاقستان معروف به سعدوم کار کرده. سال 1982 برای ادامه تحصیل به اردن رفت و سال 1987 فاکولته شریعت دانشگاه اردن را ختم کرد. بعد بازگشت از اردن حاج اکبر تورجانزاده سالهای 1987-1988 در دانشگاه اسلامی تاشکند استاد فنهای فقه و حدیث بود. سال 1988 حاج اکبر تورجانزاده که همگی 34 سال داشت رهبر اداره مسلمانان تاجیکستان انتخاب شد. این اداره در آن دوران با نام قاضیات معروف بود و تورجانزاده را به این دلیل قاضی مسلمانان تاجیکستان نام می‌بردند. اسم حاج اکبر تورجانزاده در ارتباط سالهای 1990 هنگام میان رویش بین تظاهرگران و حکومت در روزهای گرد جمعی‌های خونین ماه فوریه در دوشنبه رسانه‌ای شد. او در پایان ماه فوریه سال 1990 از حفظه کریم اسماعیل فنویه اوجک نظام‌آباد وکیل شورای عالی پارلمان وقت تاجیکستان انتخاب شد. سالهای 1992 در تاریخ حرکت‌های ملی و آزادی‌خواهی و مذهبی در تاجیکستان بود و حاج اکبر تورجانزاده در این حادثه همیشه در صف پیش قرار داشت. به شهرت و نفوذ فوق‌العاده در جامعه صاحب شد. تورجانزاده در گردجمعی‌های تیر ماه سال 1991 و بهار سال 1992 از مخالفین حمایت کرد و از طرفداران حکومت مراسای ملی که ماه سال 1992 در پی پیروزی تظاهرگران میدان شهیدان بر تظاهرگران از میدان آزادی روی کار آمد به شمار می رفت. اما حکومت مراسای ملی در جنگ شهروندی که تابستان سال 1992 آغاز یافت شکست خورد و ماه نوامبر سال 1992 شورای عالی این حکومت را به استفاده فرستاد. امام علی رحمان را به نمایندگی از فرانت خلقی جانب دیگر جنگ شهروندی رهبر اول کشور انتخاب کرد. حاج اکبر تورجانزاده بعد این از کشور فرار کرد و مدت در افغانستان و سپس سال 1998 در ایران پناه برد. مقامات تاجیکستان سال 1993 اداره قاضیات را به مفتیات تبدیل داده به جای تورجانزاده فتح‌الله شریفزاده فرزند روحانی دیگر شناخته دامالا شریفی را مفتی انتخاب کردند. حاج اکبر تورجانزاده در سالهای هجرت نیز در میدان سیاسی فعال بود و به حیث معاون رهبر اتحاد نیروهای مخالفین تاجیک ریاست هیئت مخالفین را در اکثر دوره‌های مذاکرات صلح با حکومت بر دوش داشت. 27 ایون سال 1997 در مسکو بین حکومت و مخالفین سازشنامه صلح به امضا رسید که بر اساس آن 30% منصب‌های حکومت به مخالفین باید داده میشد. تورجانزاده بر اساس این سهمیه 30% معاون سروزیر تاجیکستان در امور روابط با کشورهای اسنگ تعیین شد و سال 1998 به تاجیکستان برگشت.
تا پایان سال 2006 در این مقام کار کرد و بعد برکناریش تا سال 2010 عضو مجلس ملی پالات بالای پارلمان تاجیکستان بود. بعد ترک مقام‌های دولتی در سال 2010 تورا جانزاده اساساً در زادگاهش دهه وحدت آباد به سر می‌برد، ولی طوری به نظر می‌رسد فراموش نشده است. سال 2012 مسجد محمدیه تورا جانزاده ها در وحدت آباد ساخته بودند. با اون احسان نوردین جان برادر حاجی اکبر تورا جانزاده امامتی میکرد. با بهانه برگزاری مراسم عاشورا با حکم دادگاه این مسجد بسته شد. برادران تورا جانزاده ها بعد تنگ شدنشان از منبر مسجدهای رسمی برای حفظ تماس با پیروان خود در اینترنت سامانه تورا جان را باز کرده بودند، ولی دسترسی به این سامانه را نیز چند سال باز مسدود کردند.